که اگر شیطان توبه کنه چی میشه و الله میبخشش؟ این سوالی که دردیستن اینجا دقیقی مسئله میره که این شیطان یکمش که توبه نمیکنه. برای چی؟ برای که کیبر کردگیه. کیبر کردگیش وقتی که پروردگار امرش کرد در آیات قرآن میارن، سوره بقره در دیگه سوره هم هست که به آدم سجده مثال سجده سر تخم، سجده زمینی فقط برای خدا. بعد گوش نکرد، گفت من بهترم مثل ای زمین من الله مثل امر خدا برآمد. در همین حالت خدا چیکار کرد؟ راندش کرد، رجیمش کرد. وقتی که رجیمش کرد این شیطان چی بود؟ من گفت تو روز قیامت تو بدنی مرا بود، من همین آدم ای روی همین آدم که ای رانده شدم، من چیکار میکنم؟ در زلوات داخلشون میکنم. زلوات گفته گمراهشون میکنم، ای راه میگردونشون. تو با پروردگار چی بود؟ تو در وقت هست تا همین روز قیامت تو وقت داری. مثال ما ترا امکانیت میتونم همین کار کنم، لیکن او بنده‌ای که اخلاص مال عبادت میکنن تو هیچ کار کردنشون نمیتونی. لیکن او بنده‌ای که ای راه میرویان و گمراه میشوند، همون بنده در اختیار تو، همه را ما قطعی تو جزاشون میتونیم. برای همین خمسه امروز ما باید بدانیم که دو دشمن داریم، ابلیس و نفس. همه دیگه دوستای ما، نزدیکای ما و در حق همه دروغ.